تا کی میخواین برید بالای کوه و برید مناره بپرستید؟ تا کی میخواین برید شمال ایران تو هر تپه و تو هر کوهی یه امامزاده ساختن، همه رو هم نوک کوه ساختن، همه رو تو تپه ها ساختن. این همه امام و امامزاده از کجا اومده تو این سرزمین؟ اصلا شما نگاه کنید، کلا 11 تا امام بوده کلا که همشون جوون مرگ شدن و به هلاکت رسیدن بلا استثناء، و بعدم همشون تو زندان بودن. یعنی اگه برید تاریخ صدر اسلام رو بخونید مال اینا رو، میبینید یارو 40 سالگی مرده، 27 سالش رو تو زندان بوده. بعد توی ایران 1000 تا امامزاده به نامش زدن که آره اینا فرزندان فلان امامن. ایران مگه تایلند بوده که هر کی هر کثافت کاری میخواسته بکنه میمده ایران؟ چجوری این امامزاده ها شکل گرفته؟ کی اینا رو شکل داده؟ با کی اینا رو شکل داده؟ یارو یه عربی بوده، حالا هر جا که بوده تو ایران چیکار میکرده و چجوری بچه دار شده؟ با کی بچه دار شده؟ بعد مامانش کیه؟ یه عربی که اومده مثلا بچه درست کرده امامزاده شده، با کی بوده؟ مامانش کیه؟ شجر نامش کیه؟ امامزاده باباش کی بوده؟ مامانش کی بوده؟ آیا مامانش ایرانی بوده؟ آیا مامانش عرب بوده؟ یا با زنش اومده ایران یه کاری کرده بعد بچه‌ش چرا تو ایران مرده؟ و چرا تو ایران دفن شده؟ و چرا جغرافی بوده مگه؟ و چرا فقط تو ایران؟ و چرا این اماما فقط ایران میمدن؟ چرا این امامزاده ها تو امارات نیست؟ چرا این امامزاده ها تو کویت نیست؟ چرا تو بحرین نیست؟ چرا تو قطر نیست؟ چرا هیچ جایی دنیا نیست؟ فقط تو ایرانه. چه سیستمیه که هر امامی هر کثافت کاری میخواسته بکنه اومده تو ایران کرده بچه درست کرده؟ چقدر فریب خورده اید، چقدر گمراهی، چقدر نادانی، و اصلا به این چیزا فکر نمی‌کنید و بعد میرید حلا و نقره میپرستید و میگید این فرزند امام فلانی. امام فلانی خودش هم زیر سواله، چه برسه که فرزنداش تو ایران باشه. بعدم میاد داستان میسازه و دروغ به مردم میگه. بعد نتیجهش این میشه که خدا خداوریتون میکنه و بعد درد میکشید و تمام زندگیتون و تو لعنتاتون زندگی کنه. تصنیه 28 براتون اتفاق میفته، هر روز آرزو مرگ میکنید، هر روز این لعنت‌ها بدتر و بدتر و بدتر میشه و بیشتر و بیشتر میشه، بهتر که نمیشه که. آیا تا حالا به خودتون اینا رو فکر کردید یا چرا باید همچین چیزی باشه؟ کشور ما تو هر محله‌ایش امامزاده ساخته، تو هر شهر میری یه امامزاده‌ای هست. چجوری هست؟ الان تهرانی همه امامزاده داره، چجوری این همه؟ آخه مگه میشه؟ امامزاده یعنی از امام زاده شده؟ چجوری از امام زاده شده؟ بعد ببینید نتیجهش این میشه که اینجا خداوند میگه من میام شهرهاتون رو ویران میکنم، میگه تمام پرستشگاهاتون رو ویران میکنم. و چرا میگه همه شهرهاتون رو ویران میکنم؟ همه شهراتون، چون تو هر شهری یه بتکده ساختید. نکردید یه شهر بذارید که بتکده توش نباشه. شما هر جای ایران برید یه بتکده ساختن.